مرحبا یا حبیبی و خوش آمدین به خبرگزاری سوری و لبنانی. من برای هر دو کار کردیم. الخبر الاول یا حبیبی رئیس ایرانی ملاقات کردی با رئیس روسی. هذا من فرق از وسط باز کردی، اینطوری پوشیدی که خبر برای شما آوردی. مدافع آن ما را مدافع بودی، مدافع آن والهرم. الخبر الاول رئیس ایرانی ملاقات کردی و رئیس روسی. رئیس ایرانی همون که 6 کلاس سواد داشتی و رئیس روسی همون که بالاتن لخت بودی، سوار خرس شدی، در رودخانه ها دویدی، او را میگوییم. رئیس ایرانی و رئیس روسی در کاخی در مسکو ملاقات کردی، در اتاقی بودی و رئیس روسی در اتاقش میزی بود حدود 50 تا 60 متر 60 متر. رئیس ایرانی این طرف نشستی و رئیس روسی اون طرف نشستی و رئیس ایرانی ایران را دو دستی تقدیم و رئیس روسی کردی و رئیس روسی پوزخندی زدی، لزودانیا گفتی و ملاقات تمام شد. رئیس ایرانی با شکم خالی قرقر کنان ملاقات تمام کردی، بارو بندی را بستی و به ایران برگشتی. الخبر الدوم بعد از ملاقات رئیس ایرانی و رئیس روسی و به خاطر اینکه شکم گرسنه بود مترجم خود را جا گذاشتی و مترجم ایرانی جا گذاشته شدی و مترجم ایرانی با کیف و کفش و کلاه و چتر بیرون دویدی، فریاد کشیدی. خب ترسیده بودی، جا افتاده بودی. گو گو گو، البته گو گو میز برو باید میگفت کام، اما گفت گو گو گو. رئیس مترجم ایرانی جا افتاده بودی و مترجم ایرانی درشکه کرایه کردی و خود را به فرودگاه رساندی و به بقیه ملحق شدی. الخبر السوم المجلس الإيراني والمؤنس عضو المجلس الإيراني هشدار به ملت ایران دادی یا ایها الناس یا ملت ایرانی، اگر از واکسن اجنبی استفاده کردی آلت التناسلی کوچک شدی. دیگه الخبر الآخر یا حبیبی هذا رئیس ایرانی به ایران برگشتی و به مأموریت خود داخل ایران ادامه دادی. اما هذا رئیس ایرانی به دلیل اینکه در روسیه رئیس روسی نهار تعارف نکردی، نهار به اون ندادی، شکم خالی از مسکو به ایران برگشتی و طبق المأموریت داخل ایران مسافرت کردی، همه جا رفتی، اما اثر بعد الروحی به او وارد شدی که در تمام ملاقات های خود داخل ایران فقط یک جمله به مخاطبان خود گفتی این بود: به شما نهار دادند، شما نهار خوردید. رئیس ایرانی در ملاقات خود در شهر ایران به همه اگر اعتراضی بود، مثلا رئیس ایرانی به دهاتی رفتی مردم سوالی کردی در مورد قیمت گران نان رئیس ایرانی جواب دادی: به شما نهار دادند، شما نهار خوردید. اخبار امروز تمام. یا حبیبی تشکر که در شبکه اخبار ما تشریف آوردید و وجود داشتید.
مرحبا به شما و مع السلام عزیزان. مع السلام تا اخباری دیگر و خبرگزاری سوری و لبنانی. عربی رقصیدی، بعداً رقصیدی. مع السلام. شکرا. درود بر شما دوستان عزیز. اون عربی صحبت کردن خیلی برای من سخته، این ولول گذاشتن کنار هر کلمه ای. فقط این ویدیو رو درست کردم بگم خیلی ممنون که اینجا هستید. به تک تک شما افتخار میکنم که با شما هموطن هستم. شما هموطنان عزیز من. امیدوارم که بتونم لبخندی به چهره زیبای شما بیاورم. خواهش میکنم ویدیوهای من رو تا اونجا که میتونید نگاه کنید، لذت ببرید، بخندید و با دیگران شیر کنید و سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن رو برای خودتون انجام بدید که هر وقت ویدیو گذاشتم شما مطلع بشید که من هستم. و خواهش میکنم که این کانال من رو و این ویدیوهای من رو با دیگران نشر بدید. در این ویدیوها آگاهی نیست، میدونین که ادورتایزمنتی نیست. من از این ویدیوها پولی در نمیارم مانند دیگران و من فقط به خاطر دل شما دارم این کار رو انجام میدم که لبخند به روی لبهای شما بیارم. بنابراین من اگه بتونم تعداد زیادتری رو پیدا کنم که کمی روحشون رو شاد کنم، روح من رو شاد خواهد کرد. پس این کار رو برای من انجام بدید. اونهایی که سعی میکنن که این ویدیوها رو راهش رو ببندن، اونها ممکنه کمی بیشی باشن اما ما بیشتر هستیم. خیلی ممنون که با من بودید و امیدوارم که از ویدیوهای من لذت ببرید و با دیگران هم تقسیم کنید. خیلی ممنون. فرشته هستم. Президент вот-вот выйдет на мороз, а его машина еще не подъехала. Неизвестно, помогла ли такая эмоциональность ускорить процесс. Но автомобиль быстро подъехал, президент